قصه را خیلی با دقت گوش اندازیم، شما خودتان پیخست میشوین که آیا این تهمت بود یا تهمت نبود. انا همینجا تهمت حضرت عایشه سر میشود. در هر یک جهاد حبیب خدا یک زنی خدا می برد. غزوه بنی مصطلق آغاز شد، حبیب خدا قرعه پرتافت، قرعه را عایشه یافت و همسفر این غزوه بنی مصطلق عایشه شد. حبیب خدا وقتی که در راه عایشه میگوید می رفتیم هر جایی که اگر استراحت اختیار میکردند، من در کجاوه سوار بودم. کجاوه را میدانید، بالای اشترها و بالای اسب‌ها یک خانچه میکنند و همون خانچه را بالای اشتر بار میکنند، در داخل او آدم است. از داخل کجاوه خود میفرامدم باز تا زمانی که حبیب خدا امری به سوار شدن میکرد. این حادثه را حادثه افک میگویند. افک در قرآن افک یاد میشود، حدیث افک میگویند. یعنی مقصد از افک بهتان و دروغ، حادثه بهتان و دروغ. خدا پرده کند. در دعاها ما حتی میگفتیم خدایا ما را از تهمت بد ناگهان نگه دار. اینا به خدا وجود دارد، تهمت کردن وجود دارد. یک آدمی که صاف و خالص است تهمتش میکنند. حبیب خدا میگه در غزوه بنی مصطلق اشتراک کردند، غلبه را به دست آوردند و این خبر غلبه بنی مصطلق به مدینه رسید که پیغمبر خدا در این غزوه غلبه را به دست آوردند. تمام مدینه را میگه خرسندی فرا گرفت. بعداً این حادثه بعد نزول آیت حجاب بود. وقتی آیت حجاب پوشیدن ساتر برای زنها وقتی که آیتش نازل شد، این تهمت هم بعد همون حادثه حجاب بود. حضرت عایشه میگوید آمدیم برگشت به سوی مدینه می آمدیم، در اثنای راه حبیب خدا کاروان من کردن، گفتن کمی استراحت میکنیم. شب بود، استراحت کردیم. پس فرمان شد که همگی سوار شوین، مدینه می رویم. حضرت عایشه میگوید من پیش از آنی که در کجاوه خود در آمده سوار شوم، اول خواستم قضای حاجت کنم تا که در راه برای من باز یگان مشکلاتی رخ ندهد، یگان مشکلاتی روبرو نشوم. رفتم، میگه دور رفتم قضای حاجت کردم، گشته آمدم به نزد کجاوه، خواستم که اراده در کجاوه سوار شدن شوم که دست در گردن میزنم، مهرم نیست. مهره‌ای که در گردن داشتم یقین دانستم که این مهره من کند است و در همون جای قضای حاجت کردگیم است. میگه دور رفتم، مثلا شب که بود این مهره را جستجو کردم تا مهره ها را جمع کردم، آمدم که کاروان رفت است. کجاوه مرا بالای اشتر بار کردن و فکر کردن که الکی من در داخل همون کجاوه هستم. لیکن در آغاز صحبتش حضرت عایشه گفتن به خاطری که من دختری 13 ساله و 14 ساله بودم و بسیار کم گوشت بودم، کم وزن بودم. یعنی زمانهای اون زمانها زنکا خیلی کم گوشت بودن، کم خوراک بودن. بگن اونا فکر کردن که من در داخل همین کجاوه هستم و مرا بار کردن و آیت حجاب که بود دیگر اونا حق نداشتن که در کجاوه مرا کشاده و مرا تماشا کنن. خلاص رفتن. من آمدم در جایی که کاروان بود، در همون جای کجاوه خود نشستم و گمانم این بود که پیغمبر خدا نفرهای را به سر من روان میکند تا که مرا از اینجا گرفته با صحت و سلامت و پیش رسول اکرم برد. لیکن هر چند استادگری کردم کسی به سراغم نآمد. این حالت مانده شدم و در همون جای نشستم، خوابم برد. قریبه های صبح بود که یک صدای شنیدم که این لله و این الیه راجعون. صدای یک مردی برآمد. این صوفان ابن معطل سلیمی بود.
اون وقتا قاعده همین بود که یک نفر در قفای همون لشکر میگذاشتن، لشکر پیشا پیش میرفت، این از پس هر چیزی که از عسکرها که میغلطید و یا گرفته با صحت و سلامت به صاحبش میرسانید. وقتی که این سوفان میگه سیاهی مرا که دید دمی صبح بود، براستی من آمد و ان لله و انا الیه راجعون گفت، ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. صدای او را شنیدم، برابر عایشه میگوید از جای خود خیستم و چادرم را در رویم کشیدم. قسم به خدا عایشه میگوید سوفان دیگر بر من هیچ سخنی نگفت، فقط اشترش را خوابانید، به دستش اشاره کرد که اشتر در سوار شد. اشتر در سوار شدم، بند اشتر را گرفت و روان شد، به لشکرگاه آمده رسید. تا رسیدن لشکرگاه الکی سردار منافقین، سردار تهمتچی ها عبدالله ابن ابیه الکی تهمت در مدینه پاش کرده بود. کی چی تهمت بود؟ عایشه امشب زنا کرد، همراه حسان ابن ثابت که این شاعر پیغمبر بود، همراه مستح ابن اساسه که مادرش خاله ابوبکر بود و همراه حمنه دختر جحش که این خواهر زن پیغمبر بود. 4 نفر تهمتگرها سرداری را به خود اختیار کردند، باز چند نفرهای دیگه داشتند. همگیش فقط یک سخن میگفتند، عایشه زنا کرده است. عایشه درک ندارد. وقتی عایشه میگوید آمدم به رسول اکرم روبرو شدم، رسول الله پرسید چرا شب در کجا بودی؟ گفتم همین خیلی حادثه رخ داد ای حبیبی خدا، گردنمند به فراموش کردم. آمدم که شما آمده در همون جای خواب بودم، سوفان آمد، قسم به خدا به من گپم نزد، مرا به نزد شما صحت و سلامت آورده. روز بود، خدا رحمت کنه صاحب تفسیر ابن کثیر و یا میگوید که یک خالی بودن عایشه از زنا این که همون سوفانی که بالای شتر عایشه را بار کرده آورده بود روز بود، شبم نبود که بسیاری تهمت ها را در شب میکنن آدم باور میکنه، روز بود بگوید. حضرت عایشه میگوید وقتی که حبیب خدا اینها را از من شنید باورم کرد که من صحت و سلامت آمدم، لیکن الکی در وجود پیغمبر خدا تهمت شیناندگی بودم، به گوش پیغمبر خدا هم رسانیدم. عایشه میگوید آمدم به مدینه، زمان رسیدم 1 ماه بیمار شدم، ولی درک ندارد که باید تهمتی بر زنا کردم. تمام مدینه را تهمت فرا گرفته است، عایشه درک ندارد. آدم بیگناه از کجا در پای هیچ کار نیست. لیکن میگوید حبیب خدا هر باری که من بیمار میشدم بسیار در من لطف و مهربانی میکرد. این دفعه در بیماری که شدم از من لطف و مهربانی هاش برداشت، دیگر لطف و مهربانی نمیکرد. خانه من میدر آمد فقط میپرسید چگونه هستند، حتی نمیپرسید چگل هستی ای عایشه، چگونه هستند. بیرون میشد. عایشه میگوید من تعجب میکردم که این حبیب خدا اینقدر من محبوب زن او بودم، اینقدر احترام داشتم، چرا برای من لطف و مهربانی ندارد؟ احساس میکردم لیکن در تعجب می آمدم. آخرهای ماه بود که میگوید درست شدم، تنم به درد شد. به ناگاه میگوید مستح، انمون مستحی که فرزند اساسه بود، گویا مادرش خاله ابوبکر بود، بچه خاله ابوبکرم تهمتی به دختر ابوبکر زد. میگوید مادر همین میگوید پیشم آمد و میگوید گفتم ای مادر مستح، خوب میشد که یک قضای حاجت میبرآمدیم. عایشه میگوید از این شب به شب دیگر 1 بار ما قضای حاجت میرفتیم به خاطر کم خوراکی شد. و میگوید در نزد خانه ها ما حاجت خانه نمی ساختیم مثل عرب های جاهلیت. قضای حاجت ما در صحرا میشکستیم،
دور از خانه ها می رفتیم و در دور می شکستیم. این مستح مادر مستح با من همراهی کرد. وقتی در راه صحرا می رفتیم برای قضای حاجت، به ناگهان میگه چادری دراز داشت. همین مادر مستحی که عایشه را تهمت کرده بود، یکی میگوید پاش در همون چادر پیچید و قریب که به افتیدن بود. در همین حالت افتیدنش همین مادر مستح چی گفت؟ گفت خدا مستح را هلاک کند. عایشه میگوید وقتی شنیدم که مادر در حق فرزند خود دعا کرده ایستاد که خدا مستح را هلاک کند، ناراحت شدم. گفتم ای مادر مستح، آخر مستح اشتراکچی جنگ بدر هست، چرا در حق وی دعای بد میکنی؟ گفت ای زن نادان، تو آیا بیدرک هستی که مستح تو را تهمتی به زنا کرده است؟ تو میدانی که همین بچه من تو را تهمتی به زنا کردگی است. عایشه میگوید با شنیدن این سخن موی از بدنم خیست. گفتم چگونه مرا تهمتی بر زنا کردن؟ میگوید یکایک همگی شود مادر مستح میگوید به من حکایه کرد. عایشه میگوید اثنای راه بود، به جایی که ما قضای حاجت نشکستیم رفتم، قسم به خدا از غم میگوید دیگه قضای حاجت کردن نتوانستم. از اونجا میگوید برگشتم آمدم به خانه. همان شب میگوید برای من شب نبود، تا روز میگوید گریه کردم، حتی صبح آب اشک چشمم خشک نمیشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید نزدم آمد، دید که حالم خیلی دیگرگون است. اینقدر پرسید که چخیل هستند، دیگر چیزی از من نپرسید. و از پیغمبر خدا درخواست کردم ای حبیب خدا اجازت نمیدهی که پیش پدر و مادرم روم. عایشه میگوید برای آن من این اجازت از پیغمبر خواستم که تا که پره این حادثه را از زبان پدر و مادرم شنوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب عایشه چی گفتن؟ گفتن تو اختیار داری رفتن بگیر. عایشه تماما دگرگون شدم. از جای خود خیستم، خانه پدر و مادرم رفتم. وقتی با مادر خود روبرو شدم گفتم ای مادر عزیز، چی گپ هاست در شأن من؟ در راست من چی گپ هاست؟ میگوید مادرم گریان شد و گفت ای عایشه، هر دختری که اگر زیبا باشد و او در نزد شوهرش محبوب باشد و زنی او با شوهری او باز بغیر این زن دیگر زنها داشته باشند، زنهای او در حق این زن محبوب هر سخن میگویند. دخترم بی پروا باش، صبر کن، عاقبت کار بخیر است. گفتم مادر، الحال تمام مدینه را آوازه پخش شده است که من زنا کردم؟ گفت بله. در تمام خانه مدینه الکی تهمت زنای تو صدا میدهد. عایشه میگوید باز همان گریه های شب مرا فرا گرفت، ناراحت شدم، خیلی گریه کردم، آنچنان گریه کردم گفت که قسم به خدا از دم صبح دیگر اشک در چشمهام نماند، چشمهام خشک از آب چشم شد. این زمان بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را با همراهی حضرت اسامه ابن زید فریاد کرد. گفت ای علی، ای اسامه، من شما را برای مصلحت فریاد زدم. گفت چی مصلحت داری ای حبیبی خدا؟ گفت آیا همین عایشه را سر دهم یا سر ندهم؟ حضرت اسامه گفتند اگر از من پرسی من از پاکی خانه تو خبر میدهم. آن چیزی که بالای خاندان تو تهمت آوردن، خاندان ابوبکر ده آوردن، همگیش ای رسول اکرم تهمت است، من باور ندارم. من فقط پاکی و پاکیزگی و اخلاق حمیده و حیای حضرت عایشه را میدانم و خلاص. حضرت علی گفتند
ای حبیب خدا برای تو زنم محدود نکرده است، بگیر دیگر زن. حضرت علی گفتند لیکن خوب می شود که آن خدمتگاری که عایشه دارد سیر و سودای وی از خدمتگارش بپرس، وی همش می داند. رسول اکرم خدمتگار عایشه را فریاد زد، بریره نام داشت. گفت ای بریره، گفت در حق عایشه چی میدانی؟ چی کارهای نادرستی باید میدانی؟ برای من خبر بده. بریره خدمتگار عایشه گفتند ای حبیب خدا، عایشه بسیار دختری خوب است، بسیار دختری نیک است، بسیار دختری پاک دامن است، فقط یک عیب دارد. عیبش همین است که وقتی که خمیر میخیلد در پیش همان خمیر سری خودش میماند، وقتی که خواب میکند گوسفند و مرغا آمده خمیرش که خورند از خواب بیدار نمیشود. اینقدر عیب دارد که این عیب نیست، زیرا که وی جوان دختر است، وقتی خواب کردنش است. همین قدر عیبش میدانم و خلاص. رسول اکرم ناراحت شدند، از هر جا صدای فقط نیکی عایشه می آید و خلاص. بالای منبر برآمد، گفت کی مرا در پاکی خانم یاردم می دهد؟ کی علیه عبدالله ابن ابیه ابن سلول منافق مبارزه می برد؟ کیست؟ میگوید سعد ابن معاذ انصاری که از قبیله خزرجی ها بود، از جاش خیست. گفت پیغمبر خدا، من در قبطت میستم، اگر کدام شخصی که از قبیله اوس باشد و تهمت کرده باشد، قسم به خدا گو گردنش میزنم. بناگاه از بین قوم سعد ابن عباده خیست، گفت ای سعد ابن معاذ، تو دروغ گفتی، تو کشته نمیتوانی. گفت بچه عمکی سعد ابن معاذ از جاش خیست و پشتیبانی و کرد. یک غلغله مسجد صدا گرفت، فرا گرفت. رسول اکرم که زنده و حیات بودند این غلغله را پس کردند. قریب بود که بین این دو قبیله اوس و خزرج جنگ و کشتار برپا میشد. این زمان حبیب خدا از منبر پایان شد و خانه عایشه رفت. عایشه همراه یک زن دیگر و پدر و مادرش در خانه نشسته بود. حبیب خدا گفت ای عایشه، گفت من از تو سؤال دارم، اگر در این کار بد دست زده باشی به سوی خدا توبه کن، خدا تو را میبخشد. لیکن اگر پاک باشی، پاکی تو را خداوند برای من خبر میدهد. عایشه میگوید از این سخن پیغمبر خدا آنقدر پر تأثیر شدم که به مادرم اشاره کردم که جواب سخن پیغمبر را بگوید. مادرم گفت من چیزی گفتن نمیتوانم. پدرم اشاره کردم در جواب سخن پیغمبر چیزی بگوید. گفتن به خدا قسم ما دلاور نمیشیم در جواب پیغمبر خدا چیزی بگوییم. عایشه گفتن من پاسخی رسول اکرم میدهم. من گفتن دختری جوانم، نه اونقدر قرآن زیاد خواندم، لیکن ای حبیب خدا، اگر الحال من میدانم که از تهمت است، میدانم که پاک هستم و روز از روزا خداوند پاکی مرا برای تو خبر میدهد، لیکن اگر الحال گویم که من پاک هستم و خدا میداند که من پاک هستم، گویم پاک هستم، تو باور نمیکنی. لیکن اگر گویم که من بر همین زنا رفتگی هستم، این جنایت کردم، حالا که خدا میداند که من پاک هستم، ای حبیب خدا تو باور میکنی. این سخن گفتم، ناراحت شدم. در پهلوکم میگوید بستر خوابم بود، همون بالش در نزدیک کشیدم، سرم گذاشتم و خواب کردم. پیغمبر خدا از جاش ناخیسته، پدر و مادرم از جاش ناخیسته که یک لرزه پیغمبر خدا را فرا گرفت. این نزول وحی بود، پایان آمدن جبرائیل بود. همین زمان بود که میگوید پیغمبر خدا را لرزه فرا گرفت. دانستم که وحی از آسمان به پیغمبر آمده ایستاده است. لیکن عایشه میگوید من خودم را آنقدر پس میشماریدم که قسم به خدا فکر نمیکردم که برای پاکیزگی من
برای این پاکی من 14 آیت از آسمان پایان شود که تا روز قیامت مسلمان ها در نمازش اینا تلاوت کنند. اینا گو من باور نمیکردم، فقط فکر میکردم که در یگان خواب پیغمبر شاید که پاکی من برای اون خبر داده شود و بس. لیکن وقتی پیغمبر خدا میگه از لرزه فراغ آرام شدم، نگاه کردم که یک تبسم و خنده چهره پیغمبر فرا گرفت و گفت اولین سخن بود این که گفت عایشه خدا تو را رحمت و مغفرت کند، الحال 14 آیت از آسمان برای پاکی تو نازل شد. خداوند 14 آیت پایان کرد که عایشه پاک است. این حادثه که بالای او فرا گرفت، این غم و دقتی که او را روبرو کردن، این همگیش تهمت بود. پدر ابوبکر، مادر ابوبکر آنچنان خرسند شدند و مادر عایشه میگوید عایشه را چی گفتند؟ خیز از جاد گفتن عایشه گفتند خیز برای خدمت پیغمبری خدا پیغمبر تشکر بگو. لیکن عایشه مادرمان چی گفتند؟ عجیب سخن گفتن والله لا اقوم الیه، قسم به خدا پیش پیغمبر نمیخیزم، گفت او را تشکر نمیگم، ولكن احمد الله عز وجل، ولیکن حمد خدا را میگم، ستایش پروردگار را میگم که برای یک عایشه از 7 طبقه آسمان آیت نازل کرد که تا روز قیامت بندگان خدا این آیت میخوانند. من حمد و ستایش پروردگار را میگویم. مستح که بچه خاله ابوبکر بود، یکی از اعضاهای تهمتگران بود. ابوبکر از جای خود خیست و گفت دیگر خاندان مستح را ابوبکر تأمین میکرد. گفت مستح به خاطر که تو ما را در رنج گذاشتی دیگر تو از نفقه محروم شدی، من خاندان تو را دیگر تأمین نمیکنم. لیکن در برابر همین آیت نازل شد که آن توانگرهایی که فقیرها را تأمین از نفقه میکردند برای این کار بده که اونها کردند نفقه را از اونها باز ندارند. این خاصه در باب ابوبکر بود. ابوبکر میگوید وقتی این شنید گفت قسم به خدا، گفت مستح برای این کار بده که تو کردی من تو را مغفرت میکنم و نفقه تو را به خاندانت میرسانم. ببینید این تهمتی که نسبت عایشه کردند به خاطر که آبروی عایشه را ریزانند، به خاطر که آبروی ابوبکر را ریزانند، لکن چی شد؟ به خیر انجام یافت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.